من امرالله نظام خبرنگار مستقل از تاجیکستان. من به عنوان یک خبرنگار میخواهم صدای تمام همکسبان و همقلمانی که در تاجیکستان عزیز این شب و روز پشت میله‌های زندان قرار دارند و با اتفاق اکثری آرای محققان و کارشناسانی که مسائل تاجیکستان را پیگیری میکنند، این عزیزان ما همه با اتهام ساخته و بافته مقامات پشت پنجره ها رفتند. عزیزانی که در پشت پنجره ها داریم نه تنها قلم کتان می‌باشند، در صف آنها تمام چهره هایی که در جامعه ما جا و موقع خودشان را دارند نیز حضور دارند. تعداد زندانی های سیاسی و تعداد روحانیانی که با اتهاماتی ساخته و بافته مقامات پشت میله‌های زندان روان شده‌اند و صدها نفر می‌رسند. همچنین تعدادهای خبرنگاران و یا اینکه زندانیان سیاسی و فعالانی که از همسایه کشورهای ما که در ازبکستان و قرقیزستان باشد و یا اینکه ازبکستان و قزاقستان نیز کم نیستند. ما امروز جمع از فعالان و مخالفان از کشورهای آسیای مرکزی گرد هم آمده تا صدای یگانه و همدلی خودمان را نخست و متحد بودن خودمان را و تمام مردمان کشورهای عزیزمان در منطقه آسیای مرکزی به نمایش گذاریم و همزمان پیام یگانه و تأکیدات خود را به رهبریت آلمان به خصوص کانسلر آلمان آدولف شالز برسانیم که هر نوع مناسبت کردن با دیکتاتورها، با سران کشورهایی که مردمان خود را در ظلم و ستم و شکنجه قرار داده اند، مناسبت کردن با آنها مناسبت کردن با یک جنایتکار است. همین که شما در این قصر با شکوه آنها را پیشواز میگیرید و دعوت کردید و از آنها به طور احسن پذیرایی میکنید، در شأن آلمانی که خودش را یکی از کشورهای پیشگام در جمع اتحاد اروپا میداند، این سزاواری این کشور نیست. ما همچون زادگان کشورهای آسیای مرکزی این پیام را با صراحت به شما میرسانیم که آلمان لایق آن را ندارد و یا اینکه سزاوار آن نیست که رهبر آلمان دیکتاتورهای آسیای مرکزی را که سالانه صدها نفر بیگناه پشت پنجره میفرستند در یک میز با آنها شیشته صحبت کنند و یا اینکه در یک میز شیشته ما نه تنها شیشتن آن را اینجا محکوم میکنیم، بلکه همزمان میگوییم که این احتمال وجود دارد خیلی از کشورهای آسیای مرکزی چون خیلی از کمک‌های زیادی را سالانه از جانب آلمان دریافت میکنند، با همین کمک پولی‌های جانب آلمان گرانت‌ها و دیگر قرض و یا اینکه در شکل‌های دیگر انجام می‌دهند، اینها دارند دیکتاتورهای کشورهای آسیای مرکزی را فربه می‌کنند و در فربه کردن دیکتاتورها سهم آلمان بخصوص در اتحاد اروپا خیلی بزرگ به نمایش گذاشته شده است. ما این را هم محکوم می‌کنیم. کشور آلمان باید در مبلغ گذاری کردن هر مبلغ گذاری باشد و کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان که سالانه میلیون های یورو به آن با هر بهانه تقدیم میکند، ما این را هم محکوم میکنیم. ما از رهبریت آلمان این تقاضا را هم داریم که باید همین کمک ها و یا اینکه کمک هایی که دست کم در 10 سال اخیر به تاجیکستان فرستاده است و یا اینکه به تاجیکستان کرده است کمک های پولی را در نظر داریم، یک بار یک کمیسیه ویژه تأسیس داده آنها را تحقیق کنند که این کمک پولی هایی که با عرق جبین مردم شریف آلمان جمع شده و یک رهبریت و یا اینکه یک گروه علاهیده به همتایان خودشان
مفت تقدیم میکنند، باید اینها بازبینی شوند و بینند که این کمک ها در چی راهی صرف می شوند، در راه آبادانی و یا اینکه در راه سرکوب و شکنجه آزادگان کشورهای آسیای مرکزی و در خصوص تاجیکستان. این بود پیام ما. باقی سلام و سربلند باشید.